بچه ها چطورین؟ خوش اومدین به یک ویدئوی آموزشی دیگه با من. توی این ویدئو میخوام بهتون یاد بدم چجوری استرستون رو کنترل کنید، به خصوص توی روز مسابقه. برای این کار بچه ها من قبلا راجع به کنترل استرس روز مسابقه صحبت کردم، ولی باز هم میگم چون ویدئوش دیگه خیلی رفته عقب و فکر میکنم که یه سریاتون ندیده باشیدش دیگه. قبلا گفتم بازم میگم برای اینکه ما استرسمون رو توی روز مسابقه بتونیم کم کنیم و استرس کمتری داشته باشیم، اولین چیز اینه که تمرین کافی داشته باشیم قبل از مسابقه. یعنی مثلا تو 1 ماه 2 ماه 3 ماه هر چقدر که تایم داری برای اون مسابقه تمرین کنی، تایم بذار، زمان بذار، هر چقدر که تو آماده تر باشی ناخودآگاه از لحاظ ذهنی میدونی که تمرین داشتی، تمرینت خوب بوده، پس استرست کم میشه. مثل یه امتحانیه که نخونده بری سر امتحان استرس داری، ولی وقتی خوندی خیالت راحته که خب من درسمو خوندم دیگه، با آرامش بیشتری میشینی سر جلسه امتحان. اینم همونه. پس به تمرینتون اهمیت بدین که خب خیلی مفصله دیگه، باید مربیتون خوب باشه و وارد این بخش نمیشیم. فقط این رو بدونید که تمرینتون باید کافی، به اندازه و کامل باشه. و اینکه حتما بین تمریناتون ریکاوری داشته باشیم، ریکاوری ذهنی و بدنی. از لحاظ ذهنی حتما بین تمریناتون هم به خودتون استراحت بدید. مورد بعدی اینه که ما با یه سری تکنیک ها میتونیم استرسمون رو کم کنیم. یکیش تصویرسازیه که خیلیاتون شاید شنیده باشید، خیلیاتون هم شاید بلد باشید، خیلیاتون هم شاید شنیده باشید ولی اصلا هیچ وقت نمیدونید که چجوری تصویرسازی ذهنی درستش چیه. من چجوری باید این تصویرسازی ذهنی رو انجام بدم که روز مسابقه استرس نداشته باشم. میتونیم با هم دیگه الان انجام بدیم و بعدش یه تکنیک بهتون بگم که قبل از اینکه وارد به زمین مسابقه بشی چیکار کنی که استرست کم بشه. من این تصویرسازی ذهنی رو که میخوام الان بهتون یاد بدم برای تکواندوکارا هستش، اونم بخش پمسکار. خب حالا ببینید ما قراره که یه سری نفس با هم دیگه بکشیم، نفس‌های آروم با هم دیگه بکشیم که تمرکزمون بره بالا، بعد توی ذهنمون بریم اون اجرا یا فرمی که داریم توی مسابقه رو با هم دیگه اجرا کنیم که کاملا بهتون میگم باید چجوری فکر کنید و چیکار کنید. حالا اگر که شما تکواندوکار هستید، مبارزه کار میکنید، تصور کنید اون تصوری که دارید میکنید توی زمین مسابقه باید اون مبارزه‌ای باشه که دارید. یا اگر که اصلا وشوکار هستید، بخش تالو یا مبارزش، یعنی منظورم اینه که من این چیزی که توضیح میدم و صرفا فقط برای پمسکارا نیست و شما میتونید هر اجرایی که دارید رو تصور کنید توی ذهنتون، ولی قبل و بعدش این که چجوری فکر کنید، چیا رو ببینی، خب همش میتونه مثل هم باشه دیگه زمین مسابقه است برای همه، به یه سبک میشه تقریبا. خب بشینید. این تمرین رو میتونید شبا قبل از خواب انجام بدین، دراز کشیده انجام بدین، یا شاید ممکنه خوابتون ببره میتونید بشینید انجام بدین، یا اینکه بعد از تمرینای فنیتون میتونید تمرین ذهنی هم انجام بدین. اول اینکه باید بهتون یاد بدم چجوری نفس بکشیم. ببینید همینجوری چشتون رو نبندین به روز مسابقه فکر کنید. خب اول میتونید قبلش چند تا نفس بکشید، نفس عمیق که تمرکزتون بره بالا، برید توی حس اون آرامشه و اون تصویرسازی که دارید انجام میدید. بعد بریم توی روز مسابقه. خب تنفسی که میخوایم با هم انجام بدیم، میخوایم 5 تا نفس عمیق بکشیم. به این شکل باید باشه که بچه‌ها 5 ثانیه دم میگیرید، 5 ثانیه مکس میکنید، 5 ثانیه بازدم، همش هم از بینیه، دوباره 5 ثانیه مکس میکنی یعنی نفس نمیکشی، دوباره 5 ثانیه. مثل اگر که توی ویدیوهای اینستاگرام دیده باشید یه مربع این شکلی میکشن، 5 ثانیه دم، 5 ثانیه مکس، 5 ثانیه بازدم، 5 ثانیه بازدم رو نگه میداریم. پس ببین به این شکله، دم میگیری 5 ثانیه، 5 ثانیه دمتو نگه میداری، 5 ثانیه بازدم، 5 ثانیه بازدمتو نگه میداری. این میشه 1. دوباره همین 2 3 4 و 5. بعد از اینکه این کارو کردی
خودت رو تصور میکنی توی سالن مسابقه. حالا اگر مسابقه‌ای در پیش داری، میدونی که اون سالن چه شکلیه، اون سالن مسابقه چه شکلیه، چه رنگیه، زمین مسابقهش به چه شکله، دیواراش چی چسبوندن، اونا رو بیار تو ذهنت. اگر نه، یه سالن مسابقه فرضی خودتو تصور کن که توی یه سالن مسابقه هستی، یا مثلا سالن مسابقه های قبلی که توش بودی رو میتونی بیاری تو ذهنت. پس تصور میکنی که اونجا هستی، مثلا تصور میکنی داری گرم میکنی، بعد تصور میکنی که داری اسمتو خوندن میری پشت زمین نیستی، بعد دوباره تصور میکنی که قشنگ داری راه میری، داری میری توی زمین، فرمت رو اجرا میکنی. حالا هر اجرایی که داری یا هر فرمی که اگر پمسکار هستید، هر فرمی که دوست داری، هر فرمی که فکر کنی برات سخته، اون رو تصویر سازی بکن و توی ذهنت اجراش کن کامل. بعد از زمین بیا بیرون، قشنگ صدای داور رو تو ذهنت بشنو که داره بهت فرمان میده که الان از زمین خارج شو. و بعد وقتی خارج شدی، تابلوی امتیازات رو نگاه کن، یه امتیاز خیلی بالا ببین، همون امتیازی که همیشه دوست داری بگیری، و بعد خوشحالی کن. دقیقا بعدش تصور کن که داری میری روی سکو، داری اون مدال دلخواهی که همیشه دوست داری بگیری رو داری میگیری. حسش کن که ببین، بهش فکر کن، ببینش توی ذهنت، ببینش اون مدالی که دوست داری بگیری رو. و همین، این میشه تصویرسازی ذهنی. وقتی که تموم شد، مدالتو گرفتی یا اجراتو انجام دادی، امتیاز خوبتو گرفتی، تموم شد، ببین دوست داری به چیا رو تصور کنی. خب وقتی که اون تصویرسازی تموم شد، دوباره شروع میکنی به اون نفس هات برمیگردی. دوباره میتونی 5 نفس عمیق بکشی، 5 ثانیه دم، 5 ثانیه بازدم، 5 ثانیه دم، 5 ثانیه بازدم، و دیگه بدون اون مکسا مثلا، فقط به خاطر اینکه کم کم احساس کنی که الان داری به لحظه برمیگردی، و بعد میتونی آروم چشماتو باز کنی. پس با هم دیگه بریم شروع کنیم تصویرسازی. چشمات رو آروم ببند، سعی کن ذهنت رو خالی کنی. بریم شروع کنیم با هم نفس کشیدن. برو 1 دم، دمتو نگه دار، بازدم، بازدمت رو نگه دار، دم، نگه دار، بازدم، نگه دار، دم، نگه دار، بازدم، نگه دار، دم، نگه دار، بازدم. حالا خودت رو توی سالن مسابقه تصور کن. ببین که همه رقیبات هستن، همه دوستات هستن، اسمت رو صدا میزنن که بری کنار زمین برای اجرات. صدای داور رو بشنو. داور اعلام میکنه که بری داخل زمین. قدم هات رو بردار محکم، برو توی زمین. با صدای فرمان داور اون فرمی که باید توی مسابقه بزنی رو اجرا کن، یا اگر اجرای مشخصی نداری، فرم مشخصی نداری، سخت ترین فرم و اون فرمی که خیلی براش استرس داری رو توی ذهنت اجرا کن. حاضر؟ شروع کن. ببین که چقدر داری با قدرت، سرعت و تعادل عالی اجرات رو انجام میدی. صدای تشویق ها رو هم بشنو. با صدای فرمان داور اجرات رو تموم کن.
از زمین بیا بیرون. حالا ببین روی تابلوی امتیازات که چه امتیاز بالایی گرفتی. عدد امتیازت رو کاملا ببین و خوشحالی کن. حالا به نفس‌های عادیت برگرد. دم بازدم. فضایی که توش نشستی رو کم کم احساس کن. انگشتای دستت رو تکون بده. دستت رو باز و بسته کن و آروم چشمات رو باز کن. خب امیدوارم که تونسته باشید تجربه خوبی رو از تصویرسازی کسب کرده باشین. امیدوارم که منظورم رو واضح بهتون رسونده باشم و کمکتون کرده باشم توی این بخش. فقط این رو دقت کنید که اون تصویرسازی که توی ذهنمون، اون خودمون رو وقتی که میبینیم توی زمین داریم مبارزه میکنیم یا اجرا میکنیم یا فرم میزنیم یا هر اجرایی که داریم انجام میدیم، باید به بهترین شکل خودمون رو ببینیم. مثلا اگر فرم تعادلیه، باید ببینی که با تعادل کامل داری اون فرم رو اجرا میکنی. اگر که باید قدرت و سرعت بدی، باید خودت رو ببینی. ذهنت متوجه نمیشه که تو داری فکر میکنی به این، فکر میکنه که تو واقعا داری به اون شکل انجام میدی و باورتون نمیشه که حتی روی بدنمون هم تاثیر داره. مثلا اگر ما داریم یه حرکت ژیمناستیک رو یاد میگیریم یا یه حرکت ورزشی، هرچی، وقتی که توی ذهنت تصور کنی و خودت رو ببینی که داری اون حرکت رو انجام میدی، بدنت یاد میگیره اون رو. یعنی وقتی بعدش خواستی بری فردا تمرین عملیش رو انجام بدی، تاثیر میذاره روی اون حرکت ورزشی. خب میریم سراغ اون تکنیکی که بهتون گفتم قبل از زمین، روز مسابقه است، قبل از زمین ایستادی، میخوای بری توی زمین، استرس داری، با این حال که تمرینت خوب بوده، با این حال که تصویرسازی کردی، ولی بازم استرس داری. باید چیکار کنی؟ یکی این که اصلا بچه‌ها به هیچ کس نگاه نکنید. یعنی کل حواس و تمرکزتون رو بیارید روی خودتون و این کاریه که من همیشه میکنم. نفس‌های عمیق. همین نفسی که کشیدی قبل از اینکه شروع کنیم به تصویرسازی، 5 ثانیه دم و 5 ثانیه نگه می‌داری، 5 ثانیه بازدم، دوباره 5 ثانیه بازدمت رو نگه می‌داری. شروع کن، نفس بکش، نگهش دار، بعد بازدم، دوباره نگهش دار، بازدم آروم. بازدمت اگر آروم تر از دمت باشه به تو آرامش بیشتری میده. ناخودآگاه تو داری به بدنت این پیام رو میرسونی که من توی شرایط خیلی آرومی هستم. با نفسهای آرومت داری این رو به بدنت میرسونی، این پیام رو میرسونی. پس این باعث میشه که استرس تو کمتر و کمتر بشه. و مورد بعدی این که تا یه حدی این استرسی که داریم طبیعیه. پس فکر نکنین که شما باید خیلی عادی باشی و هیچ حسی نداشته باشی و هیچ تپش قلبی نداشته باشی وقتی داری میری توی زمین، هیچ هیجانی نداشته باشی. پس اون طبیعیه یه مقدارش. نذارید که الکی بهتون غلبه کنه. با این تکنیک ها سعی کنید کنترلش کنید و اعتماد به نفستون کم کم میره بالا و میتونید توی پرهیجان ترین مسابقه ها، پر استرس ترین مسابقه ها هم شرکت کنی ولی اجرای خوب داشته باشی. مهم اینه که ما نذاریم اون استرسه کارمون رو خراب کنه. ما میتونیم سطح استرسمون بالای بالا هم باشه ولی اجرای خوبی تحویل بدیم. اینه که مهم. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. خیلی از من درخواست کرده بودید برای کنترل استرس چیکار کنیم. ما روز مسابقه خیلی استرس داریم. به درخواست شما این ویدیو رو درست کردم. من هم از شما میخوام که با لایک کردن از این ویدیو حمایت کنید. دوستتون دارم. فعلا.